Let's start with love. Hello my friends, welcome to this part of the lesson. سلام دوستان من، خوش اومدین به این بخش از درس. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم در مورد عبارات کاربردی در فرودگاه با هم صحبت کنیم. At the airport. قبلا یه ویدیو در مورد عبارات کاربردی که در هتل استفاده میشم یه ویدیو ساختم. پیشنهاد میکنم اونم حتما ببینید. بریم سراغ آموزش امروز. At the airport. در فرودگاه. عبارت اول I want to fly to Chicago on Monday the 1st. میخوام برای دوشنبه اول برج به شیکاگو برم. I want to fly to Chicago. To fly. عبارت بعدی I'd prefer a morning flight. پرواز صبح رو ترجیح میدم. Morning flight پرواز صبح. Prefer ترجیح دادن. I'd مخفف I would. عبارت بعدی What time do I have to be at the airport? چه ساعتی باید در فرودگاه باشم؟ What time do I have to be at the airport? Airport فرودگاه. What time چه ساعتی چه زمانی. What time. عبارت بعدی Check-in time is 8:45. ساعت چک کردن مدارک 8:45 است. برای مثال چکین چک کردن مدارک. عبارت بعدی I would like to confirm my flight. I would like to confirm my flight. مایلم پروازم را تایید کنم. Would like مایلم to confirm تایید کردن. My flight پروازم را. عبارت بعدی Can I get your ticket number? میتونم شماره بلیتتون رو داشته باشم؟ Can I get your ticket number? You are scheduled to depart on June 14 at 2 p.m. شما قراره 14 ماه جون در ساعت 2 بعد از ظهر حرکت کنید. Scheduled یعنی به معنی برنامه ریزی کردن. اینجا توی جمله قراره مثلا از قبل قراره برنامه ریزی شده که شما در این تاریخ در این ساعت حرکت کنید. Is anybody else traveling with you? آیا شخص دیگری با شما سفر می کند؟ Anybody else شخص دیگری. عبارت بعدی Your tickets have been confirmed. بلیطاتون تایید شدن. Your tickets have been confirmed. Confirmed تایید شدن. Tickets بلیط. عبارت بعدی Please arrive at the airport 4 hours before your flight departs. لطفاً 4 ساعت قبل از پروازتون بیاین. Before your flight departs. قبل از اینکه پروازتون حرکت کنه 4 ساعت قبل از پروازتون بیاین. عبارت بعدی Would you like to book your seats now? Would you like to book your seats now? آیا مایل هستین صندلیاتون رو رزرو کنین؟ Seat صندلی. To book به معنی رزرو کردن. Would you like مایل هستین؟ عبارت بعدی Do you prefer window or aisle? Do you prefer window or aisle? صندلی کنار پنجره رو ترجیح میدین یا کنار راهرو رو؟ Aisle به معنی راهرو. Prefer ترجیح دادن. Window پنجره. Okay. عبارت بعدی Are you carrying any weapons or firearms? Are you carrying any weapons or firearms? آیا هیچ نوع اسلحه یا سلاح گرم با خودتون حمل میکنین؟ Carrying حمل کردن. Weapons و
firearms سلاح گرم. weapons اسلحه. عبارت آخر How many luggage are you checking in? How many luggage are you checking in? چند تا چمدون برای بازرسی داریم؟ luggage چمدان. checking برای بازرسی. how many چند تا، چه تعداد. اینم از عباراتی که در فرودگاه کاربرد دارم. حالا بریم سراغ کلمه هایی که مربوط به این موضوع هستن و یا تو این ویدیو استفاده شدن. vocabulary. کلمه اول airline به معنی خط هوایی، شرکت هواپیمایی، خط هوایی. کلمه بعدی economy class سرویس اقتصادی، سرویس ارزان. first class درجه یک، سرویس درجه یک. night flight پرواز شبانه، night flight به معنی پرواز، night شبانه. کلمه بعد round ticket بلیت رفت و برگشت، round ticket بلیت رفت و برگشت. ticket به معنی بلیت و round trip سفر رفت و برگشت، trip. schedule به معنی برنامه ریزی کردن، schedule برنامه ریزی کردن. checking بخش کنترل ورود. کلمه بعد ticket agent مسئول کنترل بلیت. gate به معنی ورودی. immigration به معنی مهاجرت و passport به معنی ویزا. این هم از این ویدیو که در مورد جمله ها، عبارات که در فرودگاه کاربرد دارن نیاز بود یاد بگیریم، با هم آموزش دیدیم. امیدوارم مثل همیشه این ویدیو هم براتون مفید باشه. بازم مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که توی کامنت ها شما بهم بگین ویدیوی بعدی در مورد چی باشه. مواظب خوبیاتون باشین. خدا نگهدار.